تماشابینان عزیز، حاضر در کمپانی ما اکسیا شدگی، اکسیا دوخی، دفع دوخی، دوخی بهترین. شما کدام یکش را خواهید خودتون انتخاب میکنید. مثلا خواهید زنانه انتخاب میکنید، خواهید مردانه انتخاب میکنید. این از خود شما وابسته است. دوخی بهترین کمپانی رو سزاوار میگرده. اگر در نامرهای روی اکران و نامرهای واتساپ من نویسید که من کار کردن میخواهم، بعد برای ما لازم می شود صورت پاسپورت شما. صورت پاسپورت مثلا جای رسمتان اینه که جای نام و فامیل او چیز روز ما سال تولدتان باید به خطا رجیستراسیون کنیم و با شما همکاری کنیم. کسانی که میخواهند البته نویسید، کار میفهمانم، کاری بهترین است. من وقتی که در این کمپانی آمدم دیرکتر شدم، استارش دیرکتر شدم، دکومنت کردم. من 52,000 سامانی معاشم جمع شده بود گرفتم. حاضر من هر 2 هفته یا 3 هفته می کتالوگی که تمام شود 2,000 2,500 سامانی، 3,000 هم گرفتم، 5,000 سامان هم گرفتم، 1,000 سامانی هم گرفتم. از روی کارم، از روی تورع برادم معاش گرفته استادم. البته برای زنها کاری بهترین. چنانی که میبینید من در خانه میشینم. من پیش ریموند آتش کار میکردم. وقتی که مسکو آمدم در تاجیکستان باشد برای عروسا کرته میدوختم. ولی که وقتی که در اینجا آمدم علاقه طلبات نیست در روسیه که مثلا من کرته دوزم و کارم پیش برم. برای من ریموند آتش کار رفتم. در ریموند آتش مثلا کد نیاملی کار میکردم. دکومنت چی نه هم خیلی روسی رفته کار میکردم برای که بیابه ویزا نبود. من خیلی کار کردن چون که به من معاش کم میدادن. من در یک هفته 3,000 روبل روسی میگرفتم، همین 300-400 سامانی میگرفتم. خلاص ماه بخیر 700-800 سامان میشد. به حد کم بودونه که من به حد خرسند بودم که مثلا در خانه بکار نمیشتم و میرم. وقتی که دخترم من صنف یکم دادم، دختر چه خورده من برای من به حد دشوار شد از سحر تا بیگه رفتم مثلا در کارخانه کار کردن. چون که دخترم رو ساعت 11 گرفتم در کار بود، سحر مکتب بوده، ساعت 11 گرفتم در کار بود. من نمیتوانستم که مثلا روامو از ساعت 11 بود جواب گرفته بیام. اینجا تاجیکستان باشد که مثلا همسایه التماس کنی که فرزند من اگه مثلا یک آدم اینجا ایستاد بعد من میگیرم، نمیشود. برای همین من در کاری فدرلیک داخل شدم. چه داخل شدم؟ من مثلا اول خواستم که محصولاتش اگرم استفاده برم. من بیزنس کردنی نبودم دوستیگم. وقتی که دیدم که ریموند آتش کار میکردم و شوهرم که سالش تا 5 ساعت دیدم، اوجه دیدم که در گروپ ها که مثلا دیرکترها معاشای خوب گرفته استادم، منم حرکت کردم، آدمای به کار دعوت کردم. کمانده به حد کلان خدا به شکر دختر با کار کرده استادیم. 1,000 نفر زود کار رجیستراسیون کردم که همه اونها کار کردن نمیتونن. در این کار زنهای چاقخان به ما لازم، چاقخان باشن. زنهایی که مثلا همین خانه مکتب کوچه کار در همه جا چاقخان اکتیو نیان، اوجه در همین کمپانی هم اکتیو نی به پیش میروند. دختر پیازی برای من از هر یکی شما خواهش می‌نمایم که زنهای چاقخان باشن. البته ویدیوهای من رو دیلیت کنید که تا اون که بیایم با همراهی ما کار کنم. من چه کار میکنم در همین خانه؟ مثلا خیلی رو بچین خانه میکنم، خروج میپزم، فیتنس میرم مشق میکنم، زل میبیم. برای که به حد در خانه شدم مثلا فربشت رفتم گرفتم 84 کیلو بودم، حاضر 78 کیلو شدم. خدا بشکر 2 ماه میشود که من فیتنس رفته میبیم. یعنی که در برابر این من دائما من تلفن در دستم، من کار میکنم. از یک دیگه تلفن آیفون گرفتم، با تلفن آیفونم ویدیو سینما میکنم برای مثلا کارم پیش رفتن، برای رکلام، برای مثلا محصولات یک به صورت گرفته آرتیکلش پرتفته برای آدمان میفرستم. اگر زکاس کنن من یکم چیزا خانه نمیبرم. بسیاری دخترکا با کار میبینن میگن که ما بانکرات نمیشویم یا که ما چه کار سر کنیم، چه کار کنیم، ما فروخته نمیتونیم. منم فروخته نمیتونم. یکم همسایه من نمیدوند که من در کمپانی فبرلی کار میکنم. من فقط در رکلامی که میکنم من حاضر برای شما نشون دادم. من البته در واتساپ می نویسم که مثلا همین دو مردانه برای ما محفوظ روان کن. من نرخ
نرخش رو میگویم در سیبربانک هم پول رو میگذارم من روان میکنم 2 روز 3 روز پس علاقه بایها رو میگویم که از فلان آدرس رفته گیریم میرم میگیرم این چیز رو من با واسطه صورت روان میکنم مثلا خودی نگرفته نمیبرم پشت جمعیت آنجا از درونی کامپیوتر از درونی تلفن من روان میکنم چه خیلی که والدرس میداریم صورت زکاس میکنیم میبیاد هم خیلی فبرلینگ میداریم صورت زکاس میکنیم آدرس مثلا مسکوا که زدم مسکوا میره آدرس پیتر زنم پیتر میره اون روز برای برادرم مثلا ریشگیرک برای گوش و تازه کردن روان گفتن روان کردن اوجی و یا خودشو میرن پشت پیتروچکا نزدیک از پیتروچکا میرن کد که دما اومد من برای بیومتری میرن کد میزنم چیزاشونو میگیرن چیزای دکارشون مثلا چای برای ژودکا روان کردم میشود که به تاجیکستان بسیار به حد بسیار به تاجیکستان روان میکنم کاسترول‌های بهترین برآمدگی سکوارات‌های بهترین پسته‌های خوش رو برآمدگی همین رو من فقط صورتش رو در اون تلفن میگیرم آدرس رو مثلا 5 کن میکنم 5 کن روان میکنم دوشنبه میکنم دوشنبه روان میکنم خوجان میکنم خوجان روان میکنم دیگه وای رو با پویز میبرن با سامالیات میبرن از مسکو که فبرلیک در مسکو قرار دارد از مسکو با تمامی شهرهای ناحیه‌های روسیه تاجیکستان ازبکستان قرقیزستان ارمنیا گرمانیا ترکیه همین سال باز مثلا که ما وای رفتیم کنفرانس رفتیم کنفرانس در اونجا اعلان کردن که کارو باز با ایندیا هندوستان و با مراکا بفکرم یا که مکسیکا خطی کارو سر کردیم اعلان کردن علاقه کسانی که مثلا زنهای تاجیک اگر در مکسیکا باشن در هندوستان باشن میتونن که نامرهای ما زنگ زنن ما کارو چری تلفن با واسطه واتساپ گروپ ها داریم میآموزیم اونها به ملال میتوانند که مثلا چیزهای در کارشان را زکاس کرده برای خودشان گیرن یا که از همون هندوستان ایستاده و تاجیکستان تحفه ها روان کردن چون که من به حد بسیار هم خیلی تحفه ها روان کردگی و روان کرده ایستادم هرچی وقت که مثلا کتالوگی نو شد ما خرید میکنیم یکون چیز روان میکنم برای یکون کس یا که زکاس میکنن روان میکنم به ملال دخترکا کار کرده می شود برای همین از هر یک شما خواهش میکنم که بیاید با ما همکاری کنید زنهای تاجیک زنهای موفقن زنهای هستن که تمام کار رو میکنن کارهای وزمین رو میکنن این کاری که ما حاضر کرده ایستادگیم کاری دشوار است چون که با خلق گم میزنیم مثلا حاضر من در خانه تنها نشستم یکی مرا بسیار به حد آدم بسیار تماشا میکنن صحبت میکنیم باید که ما توانیم که مثلا برآمده فهمانده توانیم کار خودمون رو که ما چیکار کرده ایستادیم وقتی شد که مثلا کمپانی فبرلیک رو به حد بسیار آدم‌ها برآمده مثلا گفتن که حرام نیست دخترک عزیز کمپانی فبرلیک محصولات حلال دارد سرتیفیکاتی حلال دارد کمپانی همه خیلی کارش نازک و کردگی مارکتینگش ساختگی که اگه آدمی که بیکار میشند و از همه پیش آمدگی معاش کلان نمیگیره کسی آمد و مثلا بعد من یک نفر بیاید و از من زیادتر آدمای با کار جلب کنند از من زیادتر کمانده کلانتر کنند از من زیادتر تبرعات کنند علاقه وای معاشی از معاش من دیده وای آدمی که بعد من آمدگی معاش خوبتر میگیره دخترک عزیز در اینجا یکان فریب یکان چیز نیست همین کسی که حرکت میکند چنین حرکتش معاش بهتری نمیگیرد سرتیفیکات های حلال دارد محصولات های حلال دارد تمامی بعدی هاش که ما استفاده میبریم بعدی این مثلا لاگیتسکی اکتیوی دبر که میباشد همه آنها سرتیفیکات حلال دارد که این چیز در هر جا دیده نمیشود در هر بعدی ها دیده نمیشود کمپانی تمامی نازکی های مثلا شخصانی که میداند که با کافکاس همکاری میکنند به حد بسیار زنهای کافکاس در این کمپانی کار میکنند به حد بسیار زنهای مسلمان تاجیکستان ازبکستان قزاقستان قرقیزستان به حد بسیار پیشرفته ها هستند در همین کنفرانس دیدم که من فکر میکردم که ازبکستان مثلا فبرلیک نیست تاجیکستان خیلی حاضر چی شد همه کار کرده ایستاد این زنها علاقه با خبر هستند یکی در ازبکستان نیست میگفتن لیکن خورسندانه ما رفتیم در کنفرانس آمدن با ما هم صحبت شدن از بخارا
Самарқанд, که علاقه بریلیانت و دایرکتورهای کالون شدگی معاشای خوب میگیرن. به حد خرسند شدیم، با اونها شناس شده. برای می دخترکای عزیز، شما در کجایی نباشد فرق ندارد. اگر شما مثلا خواهید که کار کنید، میتوانید کار کردن. از امریکا نشته کار کرده میتونید. مثلا تاجیکستان میکشید و ایتونالیش نکنید. تاجیکستان کار میکنید. دخترکایی بودن که با ما کار میکردن، از دوبای ایستاده مثلا با روان میکردن به تاجیکستان در اونجا مثلا محصولاتایی که باید روان میکردن یا پدرکه روان میکردن یا که میفروختن، هم خیلی کاراشون پیش میبردن. برای می کسی خواهش دارد البته بیاین هم کاری میکنیم. به حد کمانده بهترین داریم، گروپ های بهترین داریم که در آنجا ما زنها مثل اپا و خواهر با هم دیگر کار میکنیم. وقتش میشود که مثلا یک دیگر دستگیری میکنیم. برای همین همه هاتون رو تکلیف میکنم، فقط زنهای چقام باشن، چون که زنهای می آیند که مثلا تنبلک هستن، کار کردنی نمیخواهند، پروسته میخواهند استرس میشن، خیال میکنن که ما فامیل دادن باید که کمپانی با اونها پول کرد یا که ما اوشتر یا اون تحفت کرد. یک افسوس که این کار این خیلی نیست. این کار همون کاری که مثلا ما پخته میچیندیم، سیب میچیندیم، کارتوشکا میچیندیم در صحراها، یا که مثلا کاری دولت میرویم سحر میبریم بیگاه میداریم، همون کار برای باید که ما دوست داریم کار حرکت کنیم، کار کنیم. فقط که شرایط دادگی که در خانه با اینترنت در وجود باشد ما میتوانیم. حاضر در کوچه ما برف باریده ایستاده است، قریب 2 وجه برف شدگی، لیکن من به کار نمیروم. کاری من در این خانه با اینترنت، من با اینترنت میبرایم، معاشرت میکنم، محصولات رو به مردم نشان میدهم، با خبر میکنم که مثلا چه محصولات دارد کمپانی، چه کارها دارد، چه پیشروی ها دارد. خوشبختانه داغستان رفتم، مثلا در اونجا برای به صحنه دعوت کردن برای دیرکتور شدنم، چک 55,000 روبل دادن. در مسکو من رو به صحنه دعوت کردن برای دیرکتور رو اکریت کردنم. من 5 بار استاج دیرکتوری ما اکریت کردم، شدم. باید برای استاج دیرکتوری رو اکریت کردن من باید که 2 بار دیگر 3 بار دیگر استاج دیرکتور شوم. برای من اگر که من 3 بار دیگر استاج دیرکتور زکریت کنم، زبانی من کمپانی به غیر از معاشی که من گرفته استودم، حدود 2000 سومون، مثلا 2500 سومون، 3000 سومون، به غیر از همه این تحفه پولی میتید که این جدا است. چک میدهد، در چک 27000 روبل روسی، 4000 سومانی چک میدهد کمپانی. این به حد کاری خوب است برای زنها. برای من همه شما رو کوشش میکنم که وقتی که با من همکاری میکنید کار رو آموزونم. در گروپ های ما سوال جواب میشن، مثلا کسی که کارو نمیدوند باید که برایت سوال دهد. کسانی که میدونن در همین باره کار، مثلا الکی زکاس کرده میتونن، الکی پون بیده چاشون ادرسشون انیخ کرده میتونن، الکی آدم رو رجیستراسیون کرده میتونن. مثلا همدیگر با کمک میکنیم، میاموزیم کار رو. دخترکای عزیز همین خیل بیایید با ما همراه کار کنید.